اینجا آمدیاس و امروز آموزش کامل جامعه ترک کامرا رو داریم. با استفاده از ویدیومون یک کامپ درست میکنیم و در پنل ترک روی گزینه ترک کامرا کلیک میکنیم تا بیاد ویدیومون رو آنالیز بکنه و برامون پوینت هایی رو درست بکنه که موقعیت های پوزیشنی سه بعدی دارن، یعنی یک محور X، Y و Z دارن. داخل افکت کنترل افکت 3D کامرا ترکر رو میبینیم که برای ما مقدار پیشرفت آنالیز افتر افکت داخل ویدیو رو نشون میده که اینجا به من داره میگه از 1048 فریم 130 حدوداً 140 فریم رو آنالیز کرده و 5 دقیقه دیگه طول میکشه تا آنالیز رو اتمام بشه. وقتی ترکینگ ما تمام بشه یه اروری اینجا داریم به اسم سالوینگ کامرا که داره آنالیز پایانی ما رو انجام میده و وقتی این تموم بشه ما یک سری پوینت هایی داریم که روی تصویرمونه و با تکون دادن CTI این پوینت ها برای ما حرکت میکنن و دنبال میکنن اون آبجکت های تصویر ما رو. اما یه سری پارامترها داخل این افکت داریم که ما میخوایم بررسیشون بکنیم. اولین گزینه شات تایپه که تایپ ویدیوی ما رو مشخص میکنه. به صورت دیفالت روی گزینه اول فیکسد انگل آف ویو هست، ولی بر اساس حالا اون تایپ ویدیوی خودتون میتونید این رو تغییر بدید. بعضی موقع ها روی یک سری از ویدیوها ما پوینت دریافت نمی‌کنیم از 3D کامرا و اگر تایپ رو عوض بکنید پوینت های بیشتر یا کمتری بهتون میده که اونجوری راحت تر میتونید انتخاب بکنید ترکتون رو. با عوض کردن هر کدوم از تایپ ها دوباره ارور سالوینگ رو میبینید که داره آنالیز میکنه که مود رو عوض بکنه. از ابتدا ما ترکمون رو انجام نمیدیم، آنالیزمون رو انجام نمیدیم، فقط داره مود عوض میشه، واسه همین اونقدر زمان نمیبره. گزینه دوم شو ترک پوینتسه که بر اساس عمق تصویرمون اومده پوینت ها رو بزرگ یا کوچیک کرده. اگر من این رو از 3D سالو روی 2D سورس بذارم همه پوینت ها به یک اندازه میشن و عمق رو اولویت قرار نداده، فقط نمایش پوینت ها رو اولویت قرار داده که اگر من روی 3D بذارم اندازه شون بر اساس مقدار فاصله شون تا دوربین یا همون عمقی که دارن و بعدی که دارن عوض خواهد شد. اگر من بخوام که بزرگتر بکنم این پوینت ها رو میتونم از ترک پوینت سایز استفاده بکنم و با افزایش این اندازه سایز پوینت هام رو افزایش یا کاهش بدم. برای اینکه ما یک محیط رو بخوایم سلکت کنیم و اون رو انتخاب بکنیم حداقل به 3 تا پوینت نیاز داریم و این 3 تا پوینت یک زاویه‌ای رو برای ما تشکیل میدن. مثلا من اگر بخوام این بالای این پشت بوم رو سلکت بکنم باید مثلا از این پوینت و این پوینت استفاده کنم و این یک زاویه‌ای رو برای من در نظر میگیره. این زاویه توسط یه تارگت سایزی که به این شکل هست دایره‌ای و قرمز رنگه نمایش داده میشه. بعضی موقع‌ها این تارگت سایز کوچیکه، شما همونطور که میتونید پوینت ها رو بزرگ کنید با گزینه دوم میتونید خود تارگت رو هم کوچیک بزرگ بکنید. توی زیر مجموعه گزینه ادوانس ما چند تا پارامتر داریم که خیلی مهمن. اولیشون مقدار خطای پیکسلیه. اینجا ما 1/6 خطای پیکسلی داریم که این خوب نیست و حالا من بهتون میگم چیکار کنید که حتی اگر 1/6 خطای پیکسلی داشتید ترک سالم و خوبی داشته باشید. هر چقدر که این به 0 نزدیکتر باشه یعنی ترکتون سالمتر و بهتره. گزینه بعدی که یه چک باکس هست گزینه دیتیل آنالیزه که اگر من روی این بزنم میاد از اول برای من آنالیز میکنه که زمان بیشتری میبره اما با دقت بیشتری داره آنالیز میکنه و پوینتمون هم بهتره و در نتیجه اوریج ارورمون خیلی پایین تر میاد. تا آنالیز با دیتیلمون داره انجام میشه من این گزینه هاید وارنینگ بنر هم بگم. اگر این گزینه رو چک باکسش رو روشن بکنید این بنر آنالیز میره، چه سالو باشه چه آنالیز باشه. بعضی موقع ها مزاحم میشه و کار رو خراب میکنه. بعضی موقع ها اگر شما تصویرتون رو نتونه ترک بکنه این بنر به یه بنر قرمز رنگ تبدیل میشه. اگر شما بخواید افکت 3D کامرا ترکر رو داشته باشید فعلا روی اون ترک اما بخواید این بنر قرمز بره از این تیک میتونید استفاده کنید و اون رو بردارید. خب ترک ما انجام شد و الان میبینیم که اوریج ارورمون 1.5 یعنی حدود فکر میکنم 0.2 یا 0.3 کمتر از
آنالیز قبلی و این خیلی تأثیر میداره، با اینکه مقدار کمیه اما تاثیرگذاریش خیلی زیاده. برای دیدن پوینت ها بعضی موقع پوینت هامون میره، ترک رو انتخاب میکنید و روی افکت کلیک میکنید تا پوینت هاتون بیاد. از پارامترهایی که گفته نشد فقط یک مورد مونده، اون هم کریت کامره. با زدن این گزینه شما یه دوربین بر اساس حرکت واقعی دوربین در این محیط میبینید که دقیقاً روی آنالیزی که انجام داده اون دوربین رو برای ما ساخته. اگر بخوایم مدل حرکت دوربین رو ببینیم وارد ویو دوم میشید و اینجا میبینید که یک دوربینی برای شما ساخته شده که دقیقاً داره همگام با اون دوربین واقعی حرکت میکنه. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک آبجکت، متن، فیلم، عکس یا حتی یه شیپ رو وارد تصویر کنیم و اون رو سه‌بعدی کنیم و اون رو در جایگاهی که میخوایم قرار بدیم. مثلا من این شیپ رو اینجا میذارم و با حرکت ببینیم که کاملا این فضای سه‌بعدی رو برای ما به خوبی ترک کرده. مثلا یه دونه شیپ دیگه اینجا درست میکنم و جاش رو تغییر میدم چون جایی که قرار گرفته درست نیست. اگر بعضی موقع ها این اکتیو کامر رو اذیت کرد داخل ویو دوم برید و اونجا راحت تر میتونید آبجکتتون رو کنترل کنید. اگه ما بخوایم یک سطحی رو ترک بکنیم، مثلا همین ناحیه‌ای که انتخاب کرده بودیم، اولویت اولمون پوینت هایی هستن که رنگ سبز دارن. این پوینت ها سالم ترین پوینت هان که هیچ تکون و لرزشی ندارن یا اگر دارن حداقل لرزش ممکن رو دارن. روی حداقل 3 تاشون باید انتخاب باشن. روی مرکز و تارگت کلیک راست میکنیم و اینجاها ورودی های مختلفی رو داریم مثل تکست، سالید، نال و حالا موارد دیگه که من بیشتر از سالید استفاده میکنم. اغلب بعضی مواقع زاویه هاشون درست نیست و باید این زاویه ها رو درست کرد، اما مکانشون رو اگر میبینید که ایراد دارن به صورت دستی میتونید درست کنید و میبینید که ترکمون به صورت کامل داره انجام میشه. مثلا من میام جلوتر، این دوتا قسمتی که اینجا هست من مثلا میخوام بین اینها یه سالید درست بکنم و رنگ سبز، پوینت های رنگ سبز رو انتخاب میکنم، تارگت سالید و خب بعضی موقع ها میشه که شما باید قسمت های یا پوینت های استفاده بکنید که رنگشون سبز نیستن. حالا به اجبار شاید اون قسمت سبز نباشه و سالم ترک نشده باشه. شما میتونید از رنگ های دیگه استفاده بکنید، اما سعی کنید که سالیدی که دارید رنگش رنگ خوبی باشه. مثلا من اگر اینجاها قرمز رو انتخاب بکنم، همه قرمزا رو، و یه سالید درست بکنم، سالید هم به میانگین اون رنگ ها هست و خب طبیعتا این یه ذره شاید ایراد داشته باشه توی ترنگ. شاید اینجاها به خوبی نتونید ببینید اما قطعا یه لرزش های خیلی ریزی داره. مثلا من اگر بخوام آبی، یه قرمز، یه سبز انتخاب بکنم، سالید من به رنگ آبی در میاد و یه میانگینی از رنگ سبز و قرمز داره، یعنی میگه که خوبه، معمولیه، ولی وقتی میشه سبز استفاده کرد از سبز استفاده میکنه. میرسیم قوانین و قواعدی که این افکت داخل افتر افکت داره. اولین قانون اینه که شما ویدیوتون با هر رزولوشنی که هست، کامپتون هم باید با همون رزولوشن باشه و اگر من مثلا بیام اینجا کامپ رو، تصویر من 4K، کامپ رو بذارم روی فول HD و بخوام که این رو ست کنم با کامپم ویدیو رو، من یک بازه کوتاهی رو انتخاب میکنم که سریع برام ترک کنه، ترک کامرا. همونطور که میبینید اینجا برای من یک اروری نمایش داده میشه
که میگه مچ نیست ویدیوت با کامپوزیشنت و حتما باید کامپوزیشنتون و رزولوشن ویدیوتون با هم یک اندازه و یک سایز باشن تا بتونه بهتون پوینت بده. میتونید اگر میخواید که مثلا تصویر 4K تون به فول اچ تبدیل بشه اول اون رو انجام بدید، ترکتون و همه کارهایی که میخواد انجام بدید رو انجام بدین و بعد یه کامپ کنید و اون کامپ رو بکنید مثلا فول اچ دی. همین موردی که گفتم برعکسش هم هست. مثلا اگر شما تصویر 4K دارید، اگر رزولوشن کامپتون هم 4K باشه و بخواید اسکیل تصویر رو زیاد بکنید با همون ارور برمیخورید و نمیتونید ترکتون رو انجام بدید. اگر بخواید ویدیو رو اسلو بکنید ترک انجام میشه و بهتره که حالا دیتیل آنالیز رو هم بزنید که اون مقدار اسلویی که دارید روی ترکتون تاثیر نذاره. و اما تجربیاتی که من توی این چند ساله وقتی داشتم با افتر افکت کار میکنم بهشون رسیدم. ببینید شما اگر یک سطحی داشته باشید که ترک بدی داره یا اصلا ترک نداره، بهتره که یک قسمت دیگه از اون سطح رو، مثلا این سقف برای ما اونقدر پوینت درست حسابی نداره ولی این دیوار کناری که به این سقف اتصال پیدا کرده پوینت مناسبی داره، من این رو یه سالید میسازم و زاویه اون رو یک جوری تغییر میدم که به سقف بخوره. حالا یا به صورت دستی یا با موشن تول میام انکر پوینت رو توی تقاطع این دوتا سطح با همدیگه قرار میدم، یعنی لب مرز این دوتا سطح، و میام مقدار درجه‌ای که باید رو استفاده میکنم واسش. این قسمت الان ترکش به صورت کامل انجام شد، اما ما از پوینت ترک های خود سطح سقف استفاده نکردیم، از دیوار کناریش کمک گرفتیم و به صورت خیلی خوب و حرفه‌ای این ترک واسمون انجام شد. در صورتیه که اگر من بخوام از همون ترک ها استفاده بکنم ممکنه لرزش داشته باشه و ترک سالمی رو نتونم ببینم. یکی از موارد دیگه تغییر لنز کامراتونه. شما بهتره بدونید که اون شات رو با چه لنزی گرفتید تا بتونید از اینجا به صورت دستی داخل تنظیمات اون مقدار لنز رو حالا وارد کنید. خود افتر افکت وقتی آنالیز میکنه اون مقدار لنز رو در میاره براتون، ولی اگر اشتباه پیش اومد میتونید اون رو عوض بکنید که این کشیدگی ها، ببینید اگر خیلی لنز واید باشه خب این واید بودنش باعث ایجاد یک سری کشیدگی ها و دفرمگی ها میشه. اگر اون لنزی که باهاش اون شات رو گرفتید و اون لنزی که داخل افتر افکت هست با هم مچ نباشن، این کشیدگی ها شما رو اذیت میکنه. یک جا شاید تو تصویرتون کشیدگی بیشتری داشته باشید، توی ترکتون این کشیدگی حس نشه. اگر تصویری دارید که لرزش داره و باید یک استابلایزر رو اون بندازید، حتما اول استابلایزر رو بندازید، بعد کامپ کنید و روی اون کامپ ترک کامرا رو اعمال کنید، چون اگر روی یک ویدیویی که استابلایز شده ترک کامرا رو اعمال کنید ممکنه که اون استابلایزر رو شناسایی نکنه و اینجوری میشه که تصویرتون استابلایز شده است ولی ترک و کامراتون همچنان اون لرزش رو توی خودش داره و هیچ جوره اون آبجکت متن یا تصویری که دارید با ویدیوی اصلیتون همخونی نداره. میرسیم به ایراد اصلی ترک کامرا. ترک کامرا بعضی از مواقع مخصوصا توی فیلم های خیلی بلند و طولانی که فریم های زیادی رو باید آنالیز بکنه به یک جایی که میرسه استاپ میشه و شما باید افتر رو سیو کنید، ببندین، داخلش برین و دوباره از اول، از فریم اول آنالیز شروع بکنید تا انتها و هیچ تضمینی نیست که دوباره این اتفاق نیفته. برای همین هم من خودم به شخصه تیردی کامرا رو برای پلان‌های خیلی کوتاه در حد شاید نهایتاً 3 ثانیه 4 ثانیه استفاده میکنم و پلان‌های بلندم رو با استفاده از پلاگین موکا ترک میکنم که خیلی پلاگین حرفه‌ای و سینمایی تری هست که اون هم آموزشش رو میذاریم. اگر این ویدیو حمایت بشه ازش ما رو ساب کنید، کامنت بذارید اگر سوالی دارید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید ویدیو رو. تا ویدیو بعدی، با امید دیدار.